خطرناکترین سگ ایران. این سگ نه از خرس میترسه و نه از گرگ و نه از هیچ حیوان دیگه ای و اگه شروع به جنگیدن کرد دیگه دنده عقب نداره. این سگ غول‌پیکر سابقه چند هزار ساله در تاریخ ایران داره و نقشش در ایران باستان به قدری مهم بوده که یه مجسمه بزرگ ازش در کاخ آپادانه تخت جمشید پیدا شده. سگ سرابی، پرطرفدارترین سگ ایران که زادگاه شهرستان سراب در آذربایجان شرقیه. قد بلند، هیکل درشت، قدرت فک فوق‌العاده و جنگاوری بالا اونو تبدیل به خطرناکترین در ایران کرده. در حالی که خیلی از مردم دنیا پیتبول رو خطرناکترین سگ دنیا میدونن، اما بسیاری از پرورش دهنده‌های ایرانی اعتقاد دارن این نژاد آمریکایی نه از نظر قد، نه وزن، نه قدرت فک و جنگاوری به هیچ عنوان در حد یه سرابی اصیل نیست و اگه رو در روی هم قرار بگیرن چیزی از پیتبول باقی نمیمونه. اگه به حیوانات علاقه‌مندی، فکت زون